اولین کاری که میکنیم باید برنج سوشی رو بشوریم. برنج رو با آب سرد چندین بار میشورید که نشاسته اضافی خارج شه و برنج شفاف شه. مقدار آب باید 2 برابر برنج باشه. بعد از اینکه 15 دقیقه برنج پخت، 1 قاشق نمک و 2 قاشق شکر و سرکه سوشی با هم مخلوط میکنیم و به برنج اضافه میکنیم. سوشی رایس رو توی ظرف پهن میکنیم که سرد شه که بتونیم کارمون رو باهاش شروع کنیم. میگوها رو به این صورت رگگیری میکنیم و سیخ بامبو رو در کل میگو فرو میبریم. 7-8 دقیقه میگوها رو تو آب نمک پختم. میگن نوری یا ورقه جلبک. این برش که براق جلوشه، این برش که کدر و ماته. قراره ما برنج بچسبونیم. میذاریمش روی حصیر سوشی. دستمون رو یکم خیس میکنیم. توی اینم مقداری آبه و سرکه برنج. یه توپ برنج بر میداریم و روی نوری صاف میکنیم. ذره آب ته یه ظرف بزرگ میذاریم. یه دستمال تمیزم باید داشته باشیم که حین کار مرتب دستمون رو با این دستمال تمیز کنیم. حین کار با نوری و برنج دستمون چسبنده میشه، باید دائم دستمون رو تمیز کنیم. 2 سانت هم از لبه نوری برنج نمیچسبونیم، چون وقتی میخوایم رول کنیم این حکم چسب برامون داره، قشنگ سوشیمون رو خوب نگه میداره. خب دیگه همگی بیاین انجام بدین اینو که من انجام دادم. بچا ببینید خیلی راحتم توی دست میاد و اصلا نمیریزه برنج ازش. من کار خودم رو میذارم اینجا، دیگه شما همگی با هم انجام بدید. بفرمایید. برنجمون هم خیلی نباید ضخیم باشه، خیلی هم نباید دستمالیش کنیم برنج له باشه. دونه های برنج باید کامل مشخص باشه. در حین کار هر جا دیدین کار براتون سخته، میتونید دستتون رو دوباره با این مخلوط آب و سرکه خیس کنید. هر سبزیجاتی که مورد علاقتون بود، مدل‌های مختلف برش بزنید. الان من این مدلی زدم، مدل کرب شد، رنگش هم رنگ کربه، فیله پای خرچنگ که توی سوشی زیاد استفاده میشه. خیارم اینجوری برش بزنید. میگوها رو چرا زده بودیم؟ به سیخ بعد گذاشتیم تو آبجوش، به خاطر اینکه فرم میگو یه طوریه وقتی حرارت ببینه گرد میشه. الان میگومون کامل فرم خودش مخصوص سوشی حفظ کرده. میگو رو میتونید کریسپی کنید، سوخاری کنید. الان من میخوام یه دراگون شریمپ رول درست کنم. پنیر فیلادلفیا یا پنیر لبنه یکم توی قیف میکنیم. اگه قیف هم نداشتیم، من 100 تا قیف دارم، حالا برام نگید وای چرا یه قیف نمیخرید. میخوام به شما یاد بدم که در با ساده ترین چیزا میتونید کار انجام بدید. اینجوری پنیر سوشی خیلی خوبه. میتونید مایونز ژاپنی هم بزنید، مثلا یکیتون میتونید از این مایونز ژاپنی بزنید، حالا بعد امتحان میکنید. 2 تاش هم با هم میتونید بزنید. بعد این خیلی مثل چسب عمل میکنه. اینا همشون مثل چسبن. این عین چسب نوری سوشی رایس، عین چسب. یه تیکه دیگه میگو میخوایم بذاریم این وسط مسطا. آره رول خوشمزه‌ای بشه. یکم هم هویج، خیار یا هر کدومشو که دوست داشتین. میتونید بعضیاشو اصلا نذارید، شاید خیار بعضیا فقط دوست داشته باشن. برای رول کردنش دستاتون رو عین خرچنگ اینجوری نکنید، میگیرید لبه های حصیر سوشیتون هم میگیرید. این مخلفات توی سوشیتون رو با این انگشتاتون نگه میدارید و ببینید من دارم خیلی آروم انجام میدم. این حرکت توی چشم هم زدن باید انجام بشه، ولی من آروم انجام دادم و ببینید این حرکت فیکسش میکنه. من با این بالشتکای انگشتم دارم فشار میارم و فشار چندانی نمیارم. با این نوک انگشتم اینجوری فشار نمیارم، فقط با این قسمت ها. اینا فوتوفن های درست کردن یه رول خوشگل و جذابه. ببینید خیلی آروم من تا اینجا رو انجام دادم که شما ببینید من چیکار کردم. دوباره ببینید یه رول دیگه‌اش میکنید. این توی چشم هم زدن انجامش بدیم، خیلی رولتون خوشگل میشه. الان بچه‌ها ببینید بین این یه سوشی جذابه. خرمرناز یکم باهاش بخونه، میخوایم درش بیاریم.
بچه ببینید اینم از سوشی جذاب ما. من مونده دیگه بالشش بزنیم. ماشاءالله. برش گردون. اینو بردار برش گردون. بدون ترس. آره. خب. بچه‌ها بزنید. شما هم بزنید. اوراماکی ماکی دو مدل بیشتر سوشی نداریم. یا ایرا یا اورا. ایرا. آره. پایین پاسر آره. پشت دستت. آره. اینجا. من با سلمان بزنم؟ با سمن بزن. آره الان براش میارم. خب بچه‌ها برای سوشی اوراماکی که برنجش زیر هست، نوریش رو هست، دوباره همون حرکت رو میزنیم. ببینید. در حین کار بچه هر وقتم برش هم حتی زدید، اگر دوباره دیدین به این متن نیاز هست، بعد از برش هم میتونید این کار رو انجام بدید، فیکسش کنید. سمن دودی، میخوام با سمن دودی بزنم، این ورش هم آووکادو بزنم. شما میتونید همه رو آووکادو بزنید یا همه رو سمن دودی بزنید. ببینید میذارینش روی سوشی اینجوری. آره حیف که آووکادومون خیلی آووکادو خوشگلی نبود. این متمون رو هنوز لازم داریم. دیدید؟ قشنگ آووکادو روش فیکس شد. وقتی که انجام دادید سریع فیکسش کنید. واسه ببینم خواهر جون چیکار کردید؟ نه هنوز باید بیاد جلو. آره. بکشید سمت خودتون. اینجوری آروم بکشید سمت خودتون. ببینم چیکار کردید. عالی. ببینم. آره یکم بیا جلوتر. یکم سوشی جا داشت. مال تو رو ببینم خواهر جون. یکم بیا جلوتر. مال تو رو ببینم نگارشون. نه بیا. عالی شد. الان خب دوباره بچا این نوریاتون رو بردارید. یه کمی دیگه دوباره اینجوری قلش بدین. آره دوباره دستتون رو فیکس کنید. ببینم خواهر جون. من دیگه میخوام برم تو کیزو بیرون نمیخوام. سوشی‌ها شما جدیدم زده فرمانی اونجا کار می‌کنه. ماشاءالله. اینم برای مجنون رو سوشیاتون رو بلند کنید. میخوام که ترستون بریزه فکر نکنید رول کردن سوشی. دیگه نگی سوشی میخوام خیلی درست کنم. خودتون سوشی درست کنید. خب انبر رو هم میتونید توی سوشی استفاده کنید، هم برای مدل اوراماکی روی سوشی. نصفش برای حدیث خانم میذاری رو سوشی، بعد اینجوری با دستت فرمش میدی، بعد با مت فیکسش میکنی. انبرمون باید رسیده باشه. خیلی باید رسیده باشه. این یکمی سفت بود ولی میشه فیکسش کرد. برش دادن سوشی که یا باید 8 تیکه بشه یا باید 6 تیکه بشه. ببینید این دوتا رو اینجوری برش میزنید، میذارید کنار هم و در حین کار چاقوتون هم باید تمیز کنید. ببینید همینجور به همین راحتی دوباره چاقومون رو تمیز میکنیم. خب بچه بیاین ببینید اینم از سوشی های جذابمون. سوشی بای مرجان. خب اگه احساس کردین یکم سوشیتون شل شده، دوباره متتون رو برمیدارین میذارین روش، خیلی آروم فشارش میدین. اگه خیلی فشارش بدین دوباره سوشی برمیگرده به حالت اول، دوباره برش میخواد. برای همین خیلی آروم این کار رو انجام میدیم و سوشیمون رو دیگه اینجوری انتقال میدیم به ظرف اصلی. همینقدر جذاب. اینو میذارید کنار. چه اینجوریش میکنید؟ تمام شد. نه خورین ها، به تعداد مساوی باید بخورید. خب باید سویا سس بیاریم. بذارید روی پلتر بقیه‌تون. اینا هم بذاریم برای سویا سساتون. اینا هم براتون جینجر و واسابی و سویا سس بیارم. خب تا شما دیگه کار می‌کنید من بهتون کمک میدم. چه بوی واسابی خوبه، اعتیاد آوره. من معتادشم. خب واسابی هم به صورت پمادی هست، شبیه خمیره، هم به صورت پودری هست. پودری معمولا برای اونایی که استوراندار هستن. این ریشه توروب ژاپنی هست در واقع. تو کشورهای آسیای شرقی یه تیکه از توروب تازه رو که سبزم هست، خیلی سبزه، با یه رنده کوچولو میذارن کنار سوشی برای سرو. هر کسی خودش توروب رو رنده میکنه با همون رنده ریز و با سوشیش میل میکنه. واسابی هم با آب اگه پودری باشه اینجوری یه ذره به صورت خمیر درش میاریم که میذاریم کنار سوشی. حتما باید جینجر و سویا سس و واسابی کنارش باشه. واسابی سرشار از آنتی باکتریال هست برای مواقعی که توی سوشی گوشت خام استفاده شده. قشنگ فرم میگیره. هر مدلی که بخواید میتونید این شکلی با چاقو
خوشگلش کنید. بذاریدش گوشه پلاترتون اینجا اینجوری. سویا سس هم براتون بذارم که این نمکی و شوریش خیلی مزه سوشی رو خوشمزه میکنه. مایونز ژاپنی میزنیم، خوشمزه ترش هم میکنه. چقدر خوشمزه شده. نوش جونه.